صلوات 40 فایده بیان شده. برای یک بار صلوات 40 فایده. لطف خدا رو نگاه بکن و ارزش این کسی که من و تو منسوبیم به اون، ما امت محمد صلی الله علیه و سلم هستیم. ارزش و قیمتش نزد رب العزت و الجلال که در مقابل یک بار صلوات و درود بر آن حضرت صلی الله علیه و سلم خداوند 40 فایده میده. یک فایدهش هر کسی یک بار درود بفرسته خداوند در مقابلش 10 بار درود میفرسته بر اون. سبحان الله. ان الله و ملائکته، خوب دقت بکنید، خداوند و کل فرشتگانش یصلون علی النبی. بعد گفته یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه سلموا تسلیما. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند البخیل من ذکرت عنده ولم یصلی علیه. اللهم صل علی سیدنا و نبینا. بخیل کسی است از امت من که نام من نزد او برده بشه بر من درود و صلوات نفرسته. وصف بخیل بودن رو دوست دارید؟ اگه دوست ندارید صلوات محمدی قرا بفرستید. اللهم صل علی سیدنا. چه احساس نزدیکی میشه وقتی درود و صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و سلم بفرستید. چه احساسی، چه حس خوبی به دست میده، چه احساس قربی حاصل میشه. احساس میکنی که منقطع نیستید، وصلید بهش.